ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 14. ровӣ ализода абдурашид хоҷампур. боби 3. сиёсати иҷтимоӣ ва натиҷаҳои умедбахши он. 3. миллати солим сарвати давлат аст. امروز در کشورمان طب خصوصی رشد یافته ایستاده است. در مؤسسه‌های خصوصی طبی طبابت و تشخیص بیماری‌های گوناگون به مثل انگیوگرافیا و انگیوپلاستیک، یاری تجلی، جراحی پلاستیکی، تشخیص فراسوتی، اندوگینکولوژی، تشخیص رنتگنی، دندان پزشکی، تشخیص فراسوتی دل، اندواورولوژی، امراض زنانه، جراحی دل، کاردیولوژی، اندوجراحی، آسیب شناسی، چشم پزشکی، ارتوپدی و غیره گذرانیده می شود. مؤسسه های خصوصی طبی برای بیماران با استفاده از دستگاه‌های معاصر نو و متخصصان بلند اختصاص خدمت رسانی‌های طبی می‌رسانند. شماره عمومی مؤسسه‌های خصوصی طبی در جمهوری تاجیکستان 541 عدد را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 202 مؤسسه در شهر دوشنبه، 100 مؤسسه در ناحیه‌های تابع جمهوری، 134 مؤسسه در ولایت سوخت، 98 مؤسسه در ولایت ختلان، 7 مؤسسه در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت می کنند. در مؤسسه های خصوصی طبی 1230 نفر دکتر، 919 نفر کارمند میانه طب و 692 نفر کارمند یاری رسان کار و فعالیت دارند. اینچنین متخصصان خارجی نیز در این مؤسسه ها کار می کنند که عین زمان تعداد آنها 20 نفر را تشکیل می دهد. مسئله تیار نمودن متخصصان و تأمین مؤسسه های طبی با کارمندان بلند اختصاص از جمله مسئله های مهمترین می باشد. در دوام 10 سال اخیر در جمهوری زیاد شدن تعداد دکتران به نظر می رسد. یعنی اگر سالهای 2006-2016 را مقایسه نماییم، تعداد دکتران همه اختصاصها در حساب به 10,000 نفر اهالی از 18 از 8 به 20 از 8 زیاد شده است. شماره عمومی دکتران سال 1991 14,145 نفر، سال 2016 17,745 نفر به قید گرفته شدند. در این سمت زیادشوی مقدار کارمندان میانه طبی نیز دیده می شود. در 10 سال اخیر تأمین کارمندان میانه طبی نسبت به 10,000 نفر اهالی نیز از 41.7 به 53.7 زیاد شده است و این روند نیز از سال 2009 سر کرده تمایل به زیاد شوی دارد. تعداد عمومی کارمندان میانه طبی سال 1991 45,804 نفر و سال 2016 45,881 نفر را تشکیل داد. تأمین اهالی با طبیبان و کارمندان میانه طبی از سال 1991 تا سال 2007
تمایل پستروی داشت. خوشبختانه نشان دهنده های مذکور از سال 2007 تا به حال رو به افزایش نهادند. تربیه متخصصان دارای تحصیلات میانه طبی و فارماسیوتی در 23 کالج طبی برآمده شده، از اینها 14 عدد یا 61% در زمان سالهای صاحب استقلالی تأسیس داده شدند. با مقصد تأمین هماهنگسازی فعالیت مؤسسه‌های علمی سیستم تندرستی، جاری نمودن دستاوردهای معاصر علمی و اصولهای تشخیص و معالجه در عملیه طبی، اکادمی علمهای طب تأسیس داده شد. از 16 مؤسسه علمی ساحه تندرستی 11 عدد آن یا 69% در دوران استقلالیت دولتی تأسیس داده شدند. امروز در ساحه تندرستی کشور 727 نفر نامزد و 178 نفر دکتری علم کار و فعالیت می نمایند که قریب 80% آنها در دوره استقلالیت دولتی رساله های علمی خود را حمایت نمودند. حفظ صحتی مادر و کودک مسئله دیگری ساحه تندرستی می باشد که در این روند نیز دستاوردها زیادند. طوری در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 23 ژانویه سال 2016 قید کردیم، سالهای آخر نشان دهنده فوت مادران هنگام تولد 1.8 برابر و فوت کودکان 2.7 مراتب کم گردیده، خوف پهنشوی بیماری های خطرناک سرایتی برطرف کرده شد. موافق معلومات آماری فوری، در سال 2016 فوت کودکان سن تا 1 ساله 15.8 به 1000 زنده تولد، سال 2015 16.6 را تشکیل داد. موافق معلومات آماری فوری، در سال 2016 فوت کودکان سن تا 1 ساله 15.8 به 1000 زنده تولد، سال 2015 16.6 را تشکیل داد. فوت کودکان سن تا 5 ساله باشد به 20.1، سال 2015 20.7 به 1000 زنده تولد برابر گردید. بیماری های راه های نفس و درون روی که به کمشوی آب بدن می آرند، سبب های اساسی بیماری های کودکان و فوت آنها می باشند. از این رو معالجه سری وقتی کودکان که به این بیماری ها گرفتار می شوند، در بلند برداشتن صحتی و سالمی و پس کردن سطح فوت طفلان خیلی مهم است. یکی از راه‌های پس کردن سطح بیماری و فوت کودکان از بیماری های گوناگون سرایتی، این بلند برداشتن مسئولیت آنها به واسطه ویتامین و واکسین های ضد سرایتی می باشد. امکانی کودکان با همه گونه واکسین های ضد سرایتی از 95 تا 98% را فرا گرفته است. اما از روی تحقیقات در بعضی ناحیه ها فراگیری کودکان با واکسین ها خیلی پست است. برای این خروج بیماری فلج در سال 2010 دلیل شده می تواند. باید تأکید نماییم که در نتیجه عملی گردیدن تدبیرهای مهم عین زمان در کشورمان خروج بیماری فلج پرره از بین برده شده است.
فوت مادران نشان دهنده دیگری ساحه تندرستی می باشد. در جمهوری شماره فوت مادران در سال 2016 58 نفر به قید گرفته شده است. امروز ساحه تندرستی در جمهوری بیشتر از حساب بودجه دولت مبلغ گذاری کرده می شود. تنها در 15 سال اخیر با مقصد بهداشت شرایط زندگی و کار و فعالیت ثمرناک طبیبان مبلغ گذاری ساحه تندرستی 43.1 برابر افزایش یافته تا امروز در ساحه بیش از 20 برنامه ملی عملی گردیده ایستاده است. در مجموع ساحه تندرستی با دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دوره به دوره رو به بهبودی نهاده صفت خدمت رسانی طبی خوب تر می گردد. به انکشاف ساحه، افزایش سرعت اقتصادی، توجه همه‌جانبه رهبریت کشور نسبت به سمت‌های افضلیتناک رشد اجتماعی، اینچنین سهم ثمره بخش جامعه بین المللی دانرها در حفظ سلامتی اهالی کشور شرایط مساعد فراهم آوردند. باب 3. سیاست اجتماعی و نتیجه های امیدبخش آن. 4. مهاجرت و تنظیم آن. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و پیش آمدن دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، قسم از اهالی مملکت به مهاجرت رو آوردند. این پدیده در ابتدا خصوصیت استخیوی داشت، ولی من بعد از جانب دولت به تنظیم در آورده شد. حکومت کشور برای حل و فصل سری وقتی مسئله مهاجرت شهروندان جمهوری چاره‌های سودمند را روی کار آورد. معلوم است که وضع تیز و تند سیاسی و زد و خوردهای داخلی شهروندی در اول سالهای 90 عصر گذشته صدها هزار آدمان را مجبور ساخت که ترک وطن نموده به خارج کشور و دیگر منطقه های جمهوری مهاجرت نمایند. شماره عمومی گریزه های تاجیکستان که در حدود دیگر دولت ها پناه یافته بودند و مهاجران اجباری داخل کشور در سالهای 1992 1993 بیش از 1 میلیون نفر را تشکیل میداد و حالت به عمل آمده آن دوره جمهوری تاجیکستان را قریب به پراکندگی و پریشانی آورده رسانیده بود. در همین دوره مرکب ما یک سلسله لایحه های قانون های جمهوری تاجیکستان درباره گریزه ها و درباره مهاجران اجباری را مورد عمل قرار دادیم. این قانون ها من بعد تجدید نظر گردیده با طلب زمان تکمیل داده شده از طرف مقام عالی قانونگذاری کشور با وارد کردن تغییر و علاوه های ضروری روی کار آمدند. از سال 1997 با شرافت صلح و رضایت ملی در جمهوری بازگشت متشکلانه گریزه های تاجیک و جابجا نمودن آنها را شروع نمودیم. باید خاطر نشان نماییم که از سال 1993 تا ابتدای سال 2000 به طور دست جمعی 946 هزار نفر شهروند کشورمان به جایهای زیست دائمیشان برگردانیده شدند. از این شماره 197 هزار نفر آنها از قلمرو جمهوری های عضو اتحاد دولت های مستقل، 51 هزار نفرشان از جمهوری اسلامی افغانستان و 697 هزار نفر دیگرشان
از ولایت و منطقه های داخل جمهوری به منزل های زیست دائمیشان برگشتند. همچنین در تمام سال 2000 به طور متشکلانه از جمهوری های سابق اتحاد شوروی باز 656 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان را به وطن برگردانیدیم. با اجرای این عمل روندی به طور متشکلانه به وطن برگردانیدن گریزه ها و مهاجران اجباری تاجیک را در جمهوری پرره به انجام رسانیدیم. در تمام سالهای 2000 روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان به کشورهای دیگر از جمله مهاجرت کاری چون پدیده نوی اجتماعی و اقتصادی عرض هستی نمود. وابسته به این ما خدمات دولتی مهاجرت را اول در ساختار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، سپس در ساختار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تأسیس دادیم. خدمات مهاجرت سیاست جمهوری تاجیکستان را در ساحه مهاجرت مهنتی تطبیق کرده در دایره صلاحیت خود روند مهاجرت را تحلیل و بررسی می نماید. با نظر داشتی حل مسئله های حیاتاً مهم در ساحه مهاجرت مهنتی به خارجه، ضرورت تهیه مکانیزم اساساً نوی تنظیم مهاجرت کاری، تهیه استراتژی با نقشه چاره‌بینی‌های مشخص برای تطبیق در سالهای بعد بحرانی به میان آمد. به این خاطر ما سال 2011 استراتژی ملی مهاجرت کاری شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارجه برای سالهای 2011 2015 را قبول نمودیم که در دایره آن کارهای مشخص برای عملی نمودن اصلاحات در ساحه تنظیم مهاجرتی مهنتی به خارجه پیش بینی شدند. از جمله سیاست دولت در از خودکنی بازارهای نوی با کار تأمین نمودن مهاجران، حفظ اقتصادی و اجتماعی و حقوقی آنها، اینچنین مساعدت در تشکل تیاری با صفت کسبی مهاجران مهنتی از شمول افضلیت‌های این سمت دانسته شدند. استراتژی در برابر این مکانیزم رشد باز هم تکمیل یافته، تشکیل نمودن شرایط رشد نهادی اینستیتوسیونالی، همکاری‌های سودمند با سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین المللی و دیگر نهادهای جامعه شهروندی، اینچنین تکمیل زمینه مادی و تکنیکی و اقتدار تشکیل مقامات اداره کننده مهاجرت مهنتی به خارجه را پیش بینی نموده بود. عملی گردیدن استراتژی مذکور امکان فراهم آورد که مهاجرت کاری به خارجه به تنظیم درآید، پیش راه مهاجرت غیر قانونی گرفته شود و در این سمت نظام برقرار گردد. همزمان در این دوره ما توانستیم که سندهای معیاری مهاجرت را تکمیل دهیم و آنها را با وضع امروزه مطابق گردانیم. در این دوره قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان، قاعده بود و باش شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مساعدت به شغل اهالی، کنسپسیون مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارجه، درباره به قیدگیری مهاجرت بیرونی شهروندان جمهوری تاجیکستان، قاعده دادن اجازت برای کار به خارجیان و اشخاص به شهروندی قبول گردیدند که آنها روند مهاجرت را در کشورمان به تنظیم درآورده مسئله های علاقمند به مهاجرت و شغل را
حل و فصل می نمایند. در دوران استقلالیت دولتی ما اینچنین مسئله مربوط به شغل اهالی، تأسیس جایهای نوی کاری و دستگیری ساکنان مملکت را در این سمت یکی از پهلوهای کار خود قرار دادیم. وابسته به این قانون جمهوری تاجیکستان درباره مساعدت به شغل اهالی قبول گردید که در اساس آن برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی تهیه شده امروزها با موفقیت عملی شده ایستادند. در برابر این ما جهت تشکیل نمودن جایهای کاری و مساعدت کردن به شغل در مملکت مسئله تأسیس کارخانه‌های زیادی کلان و خردی کارکرد اشیای خام محلی، آلومینی، طلا، سنگ‌های قیمت‌بها، معدن، محصولات کشاورزی و غیره را به نقشه گرفته برای فراهم آوردن هزاران جای کاری زمینه مهیا نمودیم. همزمان برای به طلبات بازار مهنت مطابق گردانیدن شهروندان هر سال بیش از 1000 نفر جوانان و کلانسالان به آموزش کسب و هنرهای گوناگون و بازآموزی جلب می شوند. ما در زمینه تطبیق برنامه‌هایی که از جانب دولت به ساختمان انشاءات بزرگی صنعتی و انرژتیکی از خودکنی زمین‌های نو، بنیاد سیخ و کارخانه‌های کلان و خرد نگرانیده شده اند، امکان فراهم آوردیم که شماره باز هم بیشتری اهالی از جهت اقتصادی فعال با جایهای کاری تأمین گردند و صاحب منبع درآمد شوند. عملی گردیدن برنامه‌های دولتی مساعدت به شغل اهالی امکان داد که در 10 سال آخر زیاده از 1 میلیون جایهای کاری دائمی، موقتی و موسمی تأسیس داده شده. تنها توسط مقامات دولتی شغل اهالی 315,000 نفر با جای کار تأمین گردند که 30% آنها را زنان تشکیل می دهند. ما در سیاست خود به مسئله های حفظ اجتماعی اهالی دقت اولین درجه داده، رساندن کمک به عائله های احتیاجمند، دستگیری گروه های آسیب پذیر اهالی از جمله سابقه داران جنگ و مهنت، یتیمان، معیوبان، عائله های کم بضاعت، کهنسالان یکه و تنها را شرط اساسی می شماریم. در این سمت تا به امروز نزدیک به 20 قانون قبول نمودیم که طبق معیارهای حقوقی بین المللی رشد با نظامی بخش اجتماعی مملکت را تأمین می نمایند. در برابر این تعلیم و تربیه یتیمان و بیپرستاران، ادامه تحصیلشان را در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی کشور و خارجه به راه ماندیم و جهت با جای کار تأمین نمودن آنها نظام و طرز فرزندخوانی را ساده تر کرده به شخصانی که می‌خواهند چنین کودکان را به فرزندی قبول نمایند امکانیت‌ها فراهم آوردیم. عین زمان در سمت دستگیری اجتماعی یک قطار برنامه‌ها عملی می‌شوند که اساس آنها را حل مسئله‌های اجتماعی اهالی در شهر و ناحیه‌های کشور تشکیل می‌دهد. مخصوصاً جدا کردن زمین‌های نزد حولگی برای ساختن منزل، کوچانیدن اهالی از منطقه زیر آب شونده و تأمین کردن معلمان و حربیان با خانه‌های استقامتی از جمله تدبیرهای اولین درجه این برنامه می باشد.
حالا کوشش های ما در سمت بهتر کردن سیاست مبلغ گذاری سقورته اجتماعی و نفقه روانه گردیده. در این جاده مقصدمان گزارش به مبلغ گذاری برنامه‌ای و اصول نفقه سقورتوی می باشد. همزمان گذشتن به کمک‌های عنوانی اجتماعی سراغوی و دستگیری اجتماعی برای طبقه‌های آسیب پذیر جامعه در نظر است. سال 2016 مکانیزم تجربوی پرداخت کمک‌پوری‌های اجتماعی عنوانی در 40 ناحیه کشورمان آغاز گردیدند. ما علاوةً دایر به پست کردن سطح کمبزاعتی و مهیا ساختن شرایط ارزنده زندگی تدبیرهای زیادی را راه اندازی کرده در ظرف 25 سال استقلالیت دولتی کارهای شایسته را در این سمت عملی نمودیم. اگر کمبزاعتی میان اهالی مملکت 83.5% را تشکیل میداد، سال 2015 آن به 30% پست کرده شد. مطابق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 سطح کمبزاعتی باید تا 20% رسانیده شود. در دایره این استراتژی جهت مهیا نمودن زندگی شایسته مردم، تطبیق یک چند مسئله های حیاتاً مهم پیش بینی گردیده است. از جمله در این زمینه رشد نیروی انسانی، رقابت پذیری بخش اقتصاد با سطح و صفت بلند، سهم صناعت در رشد مجموع محصولات داخلی، از کشوری اگراری اندوستریالی به اندوستریالی اگراری تبدیل دادن مملکت، از 17 تا 45 میلیارد کیلووات ساعت یعنی 3 برابر بالا بردن اقتدار انرژتیکی جمهوری در نظر داشته شده است. همچنین مسئله صاحب معلومات کردن اهالی، بالا بردن سطح دراز عمری اهالی، کم کردن شماره فوت مادر و کودک، بهتر کردن شرایط زندگی، تأسیس جایهای کاری و با شغل دائمی فرا گرفتن مردم، استوار نگاه داشتن نشان دهنده های رشد میکرو اقتصادی و ماکرو اقتصادی کشور از وظیفه های دیگری استراتژی مذکور به شمار می روند. باید تأکید ساخت که تأمین شرایط برای زندگی ارزنده و شایسته مردم کشورمان مقصد اولین درجه ما بوده. تمام ذخیره و امکانیت های موجوده را برای رسیدن به این هدف نیک و شرفمند سفربر نموده ایستاده ایم. شما گفتاری 14 را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.